عطری که امسال بهترین عطر نیش سال شد، هم از طرف فیفی اواردز هم از طرف فرگانتیکا. BDK پارفومز گریس شارنل اکستریت. خودم خیلی ذوق داشتم که اینو تستش بکنم، باید تستش میکردم. حالا بریم یه بررسی ازش داشته باشیم ببینیم چیه. خب اول از همه بریم یه نگاهی به نوت‌های اصلی این عطر بندازیم که روی خود باکس عطر هم هک شده. نوت هل رو داره، نوت انجیر، زنبق، وتیور، نعنا هندی یا همون پچولی، وانیل، چوب صندل و دانه تانکا. نوت‌های فوق‌العاده جذابی داره به نظر من، یعنی همین خوندنش هم مشخص میکنه که با چه عطری طرفیم. یه تست ازش داشته باشیم که حس و حال عطر رو بگیریم. این عطر رو به محضی که روی پوستتون تست میکنید با یه استارت خیلی اسپایسی قوی مواجه میشین، یعنی همون هل خیلی قویه تو این عطر، مخصوصا استارت کار. کنارش نوت چای سیاه هم داره و نوت میوه‌ای انجیر که این انجیره یه حالت شیرینه با حال خوشمزه‌ای به این عطر میده همون اول کار، ولی خب اون حالت اسپایسی غالبه. به مرور که میگذره خب توی میدل نوت ما نوت زنبق رو داریم که خب زنبق که میدونید حالت پودری طور به عطر میده، اما از اون جنس زنبقی که مثلا توی دیور اوم استفاده شده نیست، اون حالت لوازم آرایشی خیلی پودری رو نداره. نوت زنبق صرفا کمک میکنه که از اون حالت دودی و خاکی طور عطر کم بشه، چون این عطر واقعا به خاطر نوت وتیوری که داره یه حس بسیار خاکی و دودی طوری به شما میده. به بیس نوت عطر که ما برسیم، ما چوب صندل رو داریم، وانیل و تانکا. چوب صندل خب چوبیه که یه حالت شیرینی و حالت کریمی طور این حالت کریمی خیلی کمک میکنه که این عطر نرم تر بشه، یعنی اون عطر خشکی که استارت کار ما داشتیم بسیار نرم تر میشه توی بیس نوت و یه هارمونی خیلی قشنگی اینجا ما بین نوت‌های چوبی، نوت‌های دودی، ادویه‌ای و نوت‌های وانیلی و خوشمزه طور باحال داریم که این حالت دوگانه‌ای به عطر میده. دقیقاً یه عطر دو وجهی ما باش طرفیم، یه وجه تاریک داره، یه وجه تقریباً جذاب حالا روشن‌تر خوشمزه تری داره. به نظر من عطر پیچیده، یه عطر لوکسیه، لوکس بودن کامل توی رایحه مشخصه، کیفیت کامل توی رایحه مشخصه، رایحه شفاف، رایحه باز کامل، میتونید نوتا رو توش حس کنید اگر دقت بکنید. هم خانم هم آقا میتونن ازش با خیال راحت استفاده بکنن. بیشتر به نظر با سلیقه آقایون جوره، حالا به خاطر اینکه به هر حال اون نوت چوبی و دودی توی این عطر یه مقداری غالب هست. راجع به پرفورمنسش هم بخوام بگم، پرفورمنس بسیار خوب، پخش و ماندگاری خیلی خوبی داره این عطر، کاملا میتونه راضیتون بکنه. حالا درسته که من تعریفشو میکنم میگم عطر خاصی، عطر متفاوتی، عطر پیچیده‌ایه، ولی خودتون باید تست بکنید، درک رو روی پوستتون تست بکنید ببینید باشه ارتباط برقرار میکنید یا نه. شاید چیزایی توی این عطر باشه که شما دوست نداشته باشید، پس حتما قبل از خرید این عطر تست خوب ازش داشته باشین یا دکانت ازش بگیرید.